اینجا چی گپ هست؟ گیردین روی شما حقوق ندارید. حقوق دارم جورا جان. شما با حجت‌های قلبکیتون اینقدر دغدغه نکنید. فهمو؟ چه قلبکی؟ بچه‌ها جمع نشوید. اینجا چای تموم شده است. روید. پدرت در کجاست؟ در خونه؟ چی او حالا هم صحت نشده است؟ قریب با خود اومده ایستاده است. تو مبادا نمیدانی که پدرت برای ساختمان دکان اجازتنامه و دیگر حجت‌ها را از کجا گرفته است؟ میدونم. شیناس شاکر با او یاردم داد. این کدام شاکر است؟ شناسش کیست؟ جورا جان با پدرت گوی که تمام حجت‌هایش را گرفته پگاه با اتاق کاری من بیا. فهمو؟ агар дадаи бечора медонист ки ба чӣ дучор мешавад шояд ҳаргиз ба ин кор даст намезад. салому алейкум. گوش کن شوکی. این شاگرد من فریب کرد. چند بار زنگ میزنم تلفن رو نمیبردارم. چرا؟ برای چه نمیبرداشته است؟ نمیدونم. گوش کن ظفر. یا ما رو با این کار ارالش نکن. خودت که مصلحت کردی. خودت صحبت رو یاب. من با این کار ندارم. چرا کار نداری؟ گوش کن. همه از خوبی من استفاده میبرند. از یک طبق همراه هم خوراک میخورند و جایش بیاید مرا گناهگار میکنند. من با شما آدم باید مناسبت کردم و شما باشید. تشکر که به من پول قرض دادی. ولی حجت ها قلبکی برآمد. بس کن رابرت. با این گپات کلای مرا گرای نکن. بهتر از درباره پول فکر کن. قرض را کی برمیگردانی؟ من برمیگردانم. فقط دکان رو بسته. برای پول رو جمع کردن کمتر صبر کننده. بعد من با تو 2 روز مهلت میدهم. اگر در همین 2 روز پول را برنگردانی من با تو دیگر خیلی مناسبت میکنم. فهمیدی؟ بیایید سلام علیکم. سلام. نه ساعت شده میره که با خانم نخریده. بخوری چه گذشته ده؟ صبر کن نفس رو روز کنم. برای دادن فایزها 2 روز مهلت داد. اکنون چیکار میکنیم؟ چیل شما اوچه جون؟ سلام فاروق جون. سوزی عزیز؟ خیر؟ چی نویگری؟ پدرت از نزد شاکر اومد. یگون گپ شد؟
гап зан. داداجون زیغ نشوید. بیاید زمین رو فروشید. من اون قیده زمین رو با شوکیر بگرام موندم. شما رو نگفتم. ببخشید مرا. азиз кубин ки омад? салом алейкум. салом азизҷон. модарат дар хона аст? бале дар хона. фарёд кун. биёй дару дохӣ. не раҳмат, фарёд кун. як лаҳза. салом мавлудахон. салом мамлакат. марҳамат гузаред. не ташаккур, маро мошин интизор аст. ман ба шумо гуфта будам ку маҳсулоти шумо ба онҳо писанд меояд. чӣ, магар хурсанд нестед? не, барои чӣ хурсандам? ҳоло шуморо ғам намедиҳам, аммо тайёр шавед. ба наздикӣ ба телевизион меравед. ба телевизион? намедонам. бояд фикр кунам. шумо чиҳо мегӯед? ягон ҷои фикр нест. ҳамин ки даъват карданд ҳатман меравед. хайр, то пагоҳ. хайр набошад мавлудахон. майлаш, то пагоҳ. شهر سلام چه حال داری؟ نعمت کارت خوب است؟ خوبم گوش کن شهر با من فوراً پول در کار است تو میتونی قرضی من حتما برمیگردم پس از یگان ساعت میتونی زنگ زدم من کمک میکنم حل کنم مایلش سلامت باشی من انتظار میشم خب همین است نه آنمی ما کارهای افلاس اینها را آشکار میکنیم акай зафар рости гап ман аз шумо ин гуна умед надоштам шумо чӣ хел ба думи ин гуна одамҳо афтидеда
چرا تو با من این خیلی نگاه داری؟ این انیق کاری تو نیست؟ چی رو در نظر داری؟ بستن دکان یکای زفر رو در نظر دارم. عقل تو در جایش است. ها؟ نخواد که فکر کنی که من به این کار قادر باشم. امروز زنک همسایه در این باره گفت. شاید همان کمپیره که از کوچه پایانی باشد. ها؟ از کجا فهمیدی؟ مشکل نیست فهمیدن. دادا؟ یعنی این کاری شما نیست؟ البته که نه. رو بچم با حجره خودت. خیز. من میدونستم که تو این خیلی نیستی. راستی گپ امروز همه محله غیبتی تو رو داشت. من همیشه پدرت رو در همه کار دستگیری میکردم. این نوبت هم مجبورم علاج مشکلی رو یابم. خسته شدم. با امیدم که وی اصلاح می شود. خطاگی‌هایش رو می فهمد. ولی تو انتظارم. حالا باشد. باز قرض. دکان. این در نقشه اویله ما نبود. چون هر وقتا کارش توکلی است. لیکن وقت می رود شیرین آن رو گردانده نمی شود. اوچه دادم او رو دوست ندارد. ما در یک جایگی از عهده همه کار میبرویم. آخر از فایزهای شاکر چه خلاص شویم؟ ما باید قرضهایش رو برگردونیم. راست میگویی. گپ نه تنها در شاکری قلاب است. بیش از همه عیب خودی ماست که در چنین وضعیت گرفتار شدیم. دکان رو به نقشه کشیدیم. حجت ها رو هم درست تخت نکردیم. پدرت همه پول ها رو بیهوده صرف کرد. اکنون چی جای گیلم؟ ما نه تنها قرض رو باید دهیم بلکه خودمان باید دیگر شویم و مناسبت رو هم با پول باید تغییر دهیم.
اینا دادا این رو از کجا بودی بچه؟ ماشین رو فروختم میرسد؟ باید رسد حق چند ماهش رو آوردی؟ این همه پولی که از تو قرض گرفتم حجت های زمین رو برگردون اینجا کم است نمیرسد چه خیلی نمیرسد حق این ماهش کنی امروز تانو یکم است کو و من با تو گفته ایستادم که ماه علکه سر شد من خود میدی سر رو جغ میزنم یک کسی رو جغ بزنی جغ زدن گیر حاضر من با تو شور بید شرط نیست که با ما زنگ زنید ما علکه در همین جا خیریتی رسیده اومده نباشد این دیوانه مرو میکش شما با قلابی تصرف اموال کسی دیگر با راه فریب یا سوء استفاده از باوری عیبدار میشوید اینچنین در تیار نمودن حجت‌های قلبکی متهم دانسته میشوید برید وای گوش کنید من گناهکار نیستم مرا فریب دادن اینجا یگان گناهی از من نیست مرا فریب دادن السلام علیکم حجت زمین حجت زمین؟ بهتری لیکن یک مشکلی دیگر مونده است چی مشکلی؟ ما زمین رو خوب برگردوندیم ولی دکان موند خیر چیکار کنیم در تقدیر ما نبوده است نه دادا شما برای دکان تلاش کردید ما حتما باید او رو برگردونیم برای این چیکار کنیم؟ برای این جریمه رو میسپریم حجت رو به رسمیت میدروریم بیامان من دیگر قضا شدن نمیخوام عدالت غلبه کرد با کاری که صرفم نروی چرا دست میزنی؟ ظفر فکر کرد که این کار آسان برای این عقل در کار عقل شما آنه همه پول هاتون رو گرفتان میخواید بابا؟ بله نفهم اصلا
خلاصه نقشه تجارتی تیار شد. آفرین. ولی ما این رو به دکان معرفی کرده نمیتونیم. اون یک جزء نقشه تجارتی ماست. هیچ غم نشینی. برای برقرار کنی دکان پول جمع میکنیم. سلام. 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 راست میگویی بچه جان. ما باید پول جمع کنیم. لیکن با مقصد دیگر. برای دکان من алакай پول جمع کردم. همه این پول رو خدا جمع کردی؟ ها. از وقتی که بیکار موندی من پسنداز کردن رو سر کردم.